بچه‌ها افراد موفق از غیر ممکن صحبت نمی‌کنن. اصلا افراد موفق در مورد مسائل ناخوشایند صحبت نمی‌کنن. من گفتم شما پیش آدمای ناموفق باش، همش غر میزنن، همش نق میزنن. آقا دلار اینجوری شد، بدبختی اینجوریه، کار اینجوریه، نمیدونم زندگی اینجوریه، بچه‌م اینجوریه، زنم اینجوریه، شوهرم اینجوریه، هر چی، ماشینم فلانه، رئیسم عوضیه، فلانی فلانه. همینجوری در مورد چیزی که نمیخوان صحبت میکنن. پشت سر هم قر میزنن، اصلا مغز آدمو میخورن، بس که نق میزنن، بس که قر میزنن. هوا آلوده است، مترو شلوغ بود، نمیدونم اتوبوس اینجوری شد، اون اینجوری شد، نمیدونم مرغ کیلویی فلان قد تومن، این اینجوری تومن. فقط در مورد چیزی که نمیخوان صحبت میکنن. ولی افراد موفق یاد گرفتن در مورد چیزی که نمیخوان صحبت نمیکنن. یکی از ویژگی‌هاشون هم اینه که در مورد غیر ممکن صحبت نمیکنن. چیزی به نام غیر ممکن وجود نداره برای اونا.